سالها می آیند می روند و آن چیزی که در این سالها برایمان خاطر میماند سرود و ترانه و موسیقی خواهد بود. درود میفرستیم به کل بینندگان همیشگی و روزنامه نوبتی. لایحه پرشکوه سرود سال را پیشنهاد میکنیم. میبینیم که آنجا مهمانی نوبتی ما نیست. آماده ایستادند. کی باشند؟ بله دوستان، همان سراینده خوب و خوش سلیقه که انقریب 25 سال است ما را با سرودهای تازه خود، جذاب خود شاد و مسرور می سازند. نگاره خال و امروز مهمانی برنامه ما. بار دیگر درود میگوییم برایتان. خوش آمدید. تشکر زیاد. همان سروده که شما بهر لایحه سرود سال انتخاب میکنید بهتر کدام احساس را افاده میکند؟ شادی را، محبت را، غم را، جدایی را، چی را؟ البته که شادی را افاده میکند و خرسند میکند. بله. آن سرودهایی که شما بسیارتر ایجاد میکنید سرودهای رقصی است. گفتیم سرودهایی است که بیشتر در جشن و معرکه ها میشنویم و این را شما از روی ذوق دل خودتان ایجاد میکنید یا اینکه بسیارتر به نظر میگیرید خواهش مردم را، خواهش مخلصانه؟ نه، راستیگه در بین مردم ما بسیار هستیم و خواهش دل مردم است که ما بیشتر خیلی سرودهای شوخ بخوانیم و خیلی خواهش مردم است. صد خنده در لبان، صدقه چشمکان، سوار شوی از پیش من سوی دیگرها داری خنده، علامات به دلم خنده دارم تو یاری دیگر نشیار. وقتی که مثلا در صحنه برآمد میکنید چی میخواهید بیشتر؟ مردم کفکوبی ها کنن خوبتر است یا اینکه آرام نشسته سرود را گویم پورا درک کنن و گوش نمایند؟ برایتان بیشتر کدامش نیرو میبخشد؟ همین هم آن، لیکن بیشتر فکر میکنم کفکوبی خوبتر است چون که با صنعتکار نیروی الهامی تازه میبخشه، شاد میشوی. فکر برای شخصا من کفکوبی باشه خوبتر است. و نگاره در پی هر یک سرود، هر یک آواز زیبایی که ما میشنویم چقدر مهنت، چقدر گویم غم نهفته است، چقدر تردید نهفته است که همین گونه سرود تا اینکه به بار بیاید ما بشنویم. در پشت سرود یک تازه ایجادی که بهر مخلصان میگردد به حد مهنتش زیاد است چون که از پی دودر چی شعر میشوی با شاعرها همکاری میکنی و بستن آهنگ بسیار وقت میگیرد. تمام میگویم سرایندگان معروف را، محبوب را ما در صحیفه های اجتماعی نظر میکنیم، زندگی شخصیشان را بیشتر میخواهیم. مخلص همین گونه یک خصلت دارد، میخواد که زندگی شخصیش را ببیند، ایجادش را ببیند. شما نسبت به این چه اندیشه دارید؟ با فکر من نمیخواهم که زندگی شخصی خود رو پیشکش تماشابین نمایش بدهم. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سرود سال 2025 24 январ ساعت 16:30 در کاخ باربد. در صحنه بسیارتر نقش آفریدن در کار یا اینکه چه خیلی که در زندگی هست عیناً همون خیلی بودن لازم؟ فکر میکنم که کمتر نقش بیافرد خوبتر است. چرا؟ چون که سراینده است، در صحنه باید تو سرود رو معرفی کرده بتوانی. وقتی که به شما میگن یک روز سرود نخوان
با چی کار مشغول میشدید؟ پس کار خود میشم. ولی بغیر از اونی که اندرمان میشوید با روزگارداری، یگان کاری هست که الهام دل شما را بیشتر میکند، شما را آرام مینماید؟ بله، تنها همین سرود خواندن است که روی الهام من رو بیشتر میگردونه. فکر میکنم که من به سرود خواندنم نمیتوانم. میدونیم نوابسته از آن که بسیاری از سرودهایتان بیشتر به ذوق مردم است، ولی هست در بین آنها یک سرودی که حتما از احساس خودتان گفتید. من راستی بیشتر از خواهش دلی مردم میسرایم، درد دلی مردم را میسرایم، چون که بسیار میاد و من میگویند که مثال و تو این سرود چگونه است، چه برای من سرایده‌ای میشده خیر که و باری هم برای خودتان سرود ایجاد نکردید؟ نه. یا یکی شوخی بود یا یکی بگذار که این یک سیر مونه؟ تنها همین سرودی که من برای خود ایجاد کرده بودم اولین سرودی من بود که از همین آهنگ یلدوز عثمانوی بود، در کودکی من خوانده بودم، با نام گویم نگویم. تنها همون درباره درد دل خود بود. دل مخلصانتان را شاد سازید. همون سرودی که به خودتان بسیار پسند است، کمتر زمزمه کنید. هر صدا با دل هم صدا نمیشه، یاری خوب از یار آه جدا نمیشه، با دلی عاشق هر که جا نمیشه، یاری خوب اصلا به وفا نمیشه. ای عشق نداری رسمی یاری، رحم به دلم چرا نداری، ای عشق نداری رسمی یاری، وای رحم به دلم چرا نداری. تشکر. بدید بسیار هم یک آواز فوران دارید، آواز شیرین دارید و حتی گفته میتونم که آواز نمکین دارید، ولی بغیر از این تعریفایی که همه روزه شاید گمان میکنم و شما مخلصانتان میگویند، یکان تعریف عجیبی هست که برایتان گفتند و خندیدید و به همیشگی در یادتان مونده است. از طرف آواز و از طرف هنر و از طرف حتی لباس پوشی بیشتر اعتبار میدین. بسیار میشنوم. اگر حالا یک امکان و فرصت میشد که به همون نگاره‌ای که نو به صحنه قدم مانده ایستاده است، چی میگفتید؟ یک جمله‌ای که برایش امید بخشد، برایش باوری بخشد، چی خواهد بود با جمله؟ میگفتم که تو بهترین هستی، همه وقت با پیش. و شاید آغوش هم میکردید. بله البته. البته برایتان موفقیت رو تمنا میکنیم. بگذار که لایحه سرودی سال 2025 گویم بسیار هم با شکوه باشد، با اون ترانه‌ای که شما انتخاب میکنید و هنوز برایمون سیر مانده است. ای گلکی باغ نگار، خنده بزن پشکی یار، بگو به یادش چی قدر، گریه کدم گریه وزار، بگو به یادش چی قدر، گریه کدم گریه وزار. بله، این لحظه های خوب رو ما با همین ترانه جنبست کردیم، ولی هنوز هم تا جنبستی لایحه سرودی سال فرصت هست و ما در جستجو خواهیم بود تا اینکه آن باز هم پرشکوه تر باشد. دوستان خیر. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سرود سال 2025 24 январ ساعت 16:30 در کاخ باربد.